امنیت اقتصادی یا آزادی، نقدی بر مداخله‌گری دولت و تهدیدات آن برای آزادی فردی بر اساس تحلیل‌های فریدریش هایک. فریدریش هایک با نگاهی عمیق به رابطه بین امنیت اقتصادی و آزادی فردی هشدار می‌دهد که تلاش افراطی برای تأمین امنیت به ویژه از سوی دولت می‌تواند به تضعیف یا حتی نابودی آزادی منجر شود. تفاوت امنیت مشروع و امنیت خطرناک. هایک دو نوع امنیت اقتصادی را از هم تفکیک می‌کند. امنیت حداقلی، مانند تأمین حداقلی غذا، سرپناه و پوشاک برای همه. این نوع امنیت را نه تنها مضر نمی‌داند، بلکه آن را لازمه تمدن می‌شمارد. امنیت مطلق یا نسبی، یعنی حفظ سطح خاصی از درآمد یا جایگاه اقتصادی برای افراد یا گروه‌ها. این نوع امنیت را بسیار خطرناک و تهدیدی برای آزادی معرفی می‌کند. ناهمخوانی امنیت مطلق با بازار آزاد. در نظام رقابتی درآمد افراد به ارزش واقعی کارشان در بازار بستگی دارد. اما تلاش برای حفظ درآمد ثابت حتی در برابر تغییرات بازار نیازمند مداخلات گسترده دولت است که در نهایت آزادی انتخاب شغل و انگیزه‌های شخصی را از بین میبرد. خطرات برنامه‌ریزی اقتصادی برای عدالت. هایک اشاره می‌کند که وقتی دولت تلاش می‌کند از بی‌عدالتی‌های اقتصادی جلوگیری کند، مثل کاهش درآمد یک فرد به خاطر تغییرات فناورانه، عملاً باید در تعیین ارزش کار افراد دخالت کند که این امر مستلزم نوعی قضاوت اخلاقی و اجرایی است. کار در نظام برنامه‌ریزی شده شبیه ارتش است. در چنین نظامی دولت نه تنها مشخص می‌کند چه کسی چه کاری انجام دهد، بلکه به دلیل حظ و انگیزه‌های شخصی و مزدی باید افراد را با اجبار یا نظم شبه نظامی کنترل کند. هایک این ساختار را امنیت پادگانی می‌نامد. امنیتی که تنها با قربانی کردن آزادی ممکن است. امنیت به عنوان امتیاز آزادی را تضعیف می‌کند. تخصیص امنیت اقتصادی به برخی گروه‌ها باعث افزایش ناامنی دیگران می‌شود. این چرخه باعث رشد طبقه‌ای از افراد ممتاز و در مقابل محروم شدگان می‌شود که دسترسی به فرصت‌های بازار را از دست دادند. ستایش بی‌منطق امنیت جوانان را از کارآفرینی دور کرده است. هایک انتقاد می‌کند که آموزش و تبلیغات سوسیالیستی روحیه خطرپذیری و خلاقیت را در نسل جوان تضعیف کرده است و جوانان ترجیح می‌دهند کارمند دولت باشند تا کارآفرین، زیرا اولی با امنیت همراه است. جامعه سوسیالیستی شبیه آلمان نازی. او جامعه‌ای را توصیف می‌کند که در آن همه چیز از بالا سازماندهی شده. افراد حقوق بگیر دولتند و منزلت اجتماعی نه از طریق خلاقیت و استقلال، بلکه از راه وابستگی به سیستم اداری به دست می‌آید. او این ساختار را بسیار نزدیک به آلمان تحت سلطه نازی‌ها می‌داند. آزادی بدون امنیت ممکن نیست، ولی امنیت به قیمت آزادی خطرناک است. هایک تاکید می‌کند که باید بین امنیت حداقلی و امنیت مطلق تفاوت قائل بشیم. در حالی که اولی برای حفظ کرامت انسانی ضروری است، دومی سرآغاز یک مسیر لغزنده به سوی اقتدارگرایی و پایان آزادی خواهد بود. او با اشاره به جمله معروف بنجامین فرانکلین نتیجه می‌گیرد کسانی که آزادی اساسی خود را به خاطر امنیتی موقت قربانی می‌کنند، سزاوار نه آزادی‌اند و نه امنیت.